ها چی پیام داری به جوانانی که مثلا در رأس آینده وطن هستند که چی مصروفیت ها دارن، زیادتر در موبایل علاقه دارن یا مثلا یگان مصروفیت های دیگه، چی پیام داریم به جوانا؟ خداوند توفیق شما بده همین جوانا را. همین موبایل بسیار کارهای مشکلات ما را حل میره. اما اختیار خدمت که بسیار کارهای خوب استفاده کنیم. ای کامل شب تا روز کم نزنیم. یا فیلم های مزخرف نگاه نکنیم. آیات های قرآن کریم گوش کنیم، تبلیغ گوش کنیم، دعوت گوش کنیم. ما در ایران 16 سال کار کردم، در افغانستان خونه خریدم. در ایران یک موبایل خریدم با نوکیا امریکا. زمان وفات پیغمبر خدا را خود میکردم. از اول شروع میکرد تا آخر اشکی ببینه. عکاشه گفتنی یک هست. پیغمبر خدا میگه هر کس که از من طلب داره بیا که وقت مردنم است. عکاشه میآید. میگه من طلب دارم یک تجارت خودم داشت. بعد میگه بزن مرا. وقتی میگه میدم مرا 50 تا بزن پیغمبر وقت میگه نه ببخشو. حضرت عمر میگه مرا 100 تا بزن بو وقت میگه نه. عثمان غنی میگه 150 بزن بو وقت نه. حضرت علی میگه 200 بزن بو وقت میگه